روز شنبه ششم ایول در چارچوب تشبث چوپان شهری یکی از پارک‌های پر ازدحام پایتخت فرانسه به چراگاه بز و گوسفندهای فرمه‌های کنار شهر پاریس تبدیل یافت. 25 بز و گوسفند علف بلند پارک را فشار تناول کردند. در آینده شهری جالب شهری سبز خواهد بود. شهری که نه از حساب سنگ و آهن بلکه از حساب حفظ محیط زیست رشد می‌کند. هدف این است که چگونه در آینده استحصال غذا و استعمال کنندگان را به هم آوریم. خلاص شکل‌های نوی استحصال غذا در شهر پیدا شود. این تشبث را مردم زیادی که با رمه روبرو شدند دستگیری می‌کنند. تا 40 سال پیش حیوانات خانگی در شهرها حضور داشتند. بعداً شهرها ذره به ذره دهات را تنگ نمودند و همزمان با آن چاروا از نظرها نابود شد. موجودیت گوسفندان در شهر چیزی نو نیست. این بازگشت به اصل است. این دفعه گشت و گذار چاروا در مرکز پاریس تا 17 ایول دوام می‌کند. تشبث چوپان شهری باشد از 12 مرحله عبارت بوده 34 شهر و منطقه فرانسه را در بر خواهد گرفت.